اصلا مهم نیست در گذشته شما چه اتفاقی افتاده. شما از همین لحظه چند تا انتخاب دارید و میتونی مسیرت رو خودت انتخاب کنی. شرایط و محیط روی ما تأثیر گذارند اما تعیین کننده نیستند. اما در نهایت ما هستیم که تعیین میکنیم، ما هستیم که سرنوشتمون رو مینویسیم و باید تلاشمون رو بکنیم و نتیجه رو واگذار کنیم به خدا. با پای خود رفتیم و هی گفتیم تقدیر، در گل نشستیم و به خود بستیم زنجیر. تقویم ها گفتند و ما باور نکردیم، یک عمر در پرواز خود کردیم تأخیر. تا راحت وجدانمان بر هم نریزد، هر درد را با حکمتی کردیم تفسیر. از ماست هر ظلمی که در هر لحظه بر ماست، این است رمز نهضت و آغاز تغییر.